وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روز 2 ینور سال 2023 با نشر اطلاع ویژه در سامانه رسمیش خبر داد که به سبب سرد آمدن هوا تعطیل زمستانه خوانندگان تا 16 ینور تمدید کرده شد. در اطلاع چنین آمده است وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به توجه تربیت گیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی، خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی، آموزگاران و پدر و مادران می‌رساند که با در نظر داشت سرد آمدن هوا و با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان در اساس فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تحت رقم 35 درباره تمدید نمودن تعطیل زمستانه خوانندگان در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی تعطیل زمستانه خوانندگان تا 16 ینور سال 2023 تمدید کرده شد. گفته میشد به این ترتیب مشغولیت‌ها در مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی از 16 ینور آغاز گردیده ساعت‌های درسی در دوام تعطیل اجرا نشده طبق جدول علایده تصدیق گردیده درس علاوگی در نیم ساله دوم سال 2023 از حساب تعطیل بهاری و تابستانه جبران کرده می شود.